خیلی مقدم میگم به همه شما عزیزان و گرامی می‌داریم حضور شما عزیزان رو در این مکان که به مناسبت تولد منجی عالم بشریت برگزار شده. همه شما عزیزان کم و بیش اطلاع دارید که حدود 2000 سال قبل یه اتفاق خیلی نادر و جالب افتاد، اتفاقی که در طول تاریخ نظیر نداره. فرشته خداوند به مریم دختر باکره از نسل داوود ظاهر شد و گفت مریم تو حامله هستی. مریم پریشان شد و برگشت گفت چگونه؟ چطوری؟ نگفت نه این غیر ممکن است. همین اتفاق برای زکریا همسر الیزابت در خانه خدا اتفاق افتاد. اما زکریا برگشت گفت این غیر ممکن است چون همسر من نازاست. وقتی که فرشته خداوند به زکریا گفت از تو فرزندی خواهد بود، چون زکریا و الیزابت هر دو سال خورده بودند و الیزابت نازا بود و 50 سال از عمرش گذشته بود، از نظر انسانی غیر ممکن. زکریا گفت این غیر ممکن است. اما فرشته خداوند گفت چون حرف خداوند رو باور نکردی، الان زبانت رو از دست میدی، لال میشی و دیگه نمیتونی سخن بگی. و این اتفاق افتاد تا زمانی که یحیای تعمید دهنده متولد شد و زبان زکریا باز شد. اما مریم، فرق مریم با زکریا در این بود، مریم نگفت نه این غیر ممکنه، گفت چطور؟ فرشته گفت روح خداوند بر تو سایه افکند، این فرزند مقدس، فرزند خدا خواهد. مریم پذیرفت. چرا؟ چون مریم یه دختر یهودی بود، کتاب اشعیا نبی رو 100% خوانده بود. در کتاب اشعیا نبی فصل 7 آیه 14 پیشگویی میشه. اشعیا 750 سال قبل از این که عیسی مسیح از باکره متولد بشه پیشگویی میکنه باکره حامله شده، پسری به دنیا خواهد آورد، نام او امانوئیل خواهد بود. امانوئیل هم میدونیم یعنی خدا با ما. پس این اتفاق افتاد و مریم برگشت اطاعت کرد. یکی از خصلت‌هایی که یک مسیحی، یک کسی که نجات یافته باید در زندگیش داشته باشه اطاعت است. مریم اطاعت کرد، گفت من کنیز خداوند هستم و این مولود همون مولودی هست که پیشگویی شده در کتاب مقدس و نجات دهنده بشر خواهد بود. این اتفاق نادر بود. در طول تاریخ هیچ جایی یک همچین اتفاقی نیفتاده که یک باکره حامله شده باشه. چون وقتی که به زندگی عیسی مسیح نگاه میکنیم ببینیم همه چیزش بی‌نظیر هست، نسبت به همه فرق میکنه. تولدش، زندگیش، کارهاش، معجزاتش، حتی مرگش و رستاخیزش از مردگان. برای کسانی که امروز روح خدا رو دریافت کردن و الان با روح خدا زندگی میکنن، یعنی همون امانوئیلی که وعدش داده شد خدا با ماست، براشون کاملا حل شده که این حقیقت داره و این اتفاق 2000 سال قبل افتاد. خوش به حال کسانی که امروز باور دارن 2000 سال قبل باکره حامله شد، پسری رو به دنیا آورد و اون فرزند خدا عیسی مسیح بود که اومد تا گناه جهان رو برداره. خوش به حال کسی که این رو میپذیره و قبول میکنه. خیلی مهم است. خب پس مریم اطاعت کرد، اما زکریا گفت این غیر ممکنه. خیلی بعض وقتا ماها هم یه چیزی رو میگیم غیر ممکنه، ولی در زندگی خیلی از مسیحیان معجزاتی اتفاق افتاده که غیر ممکن وجود نداره. وقتی که خداوند با جسم عیسی مسیح اومد روی زمین، مهمون ابراهیم شد،
به ابراهیم گفت سال دیگه که برگردم ساره برای پسری خواهد آورد. ساره گفت، خندید، گفت این غیر ممکنه. اما این اتفاق افتاد. ساره 90 ساله حامله شد و اسحاق رو متولد کرد و امروز نسل اسحاق باعث شد تا من و شما نجات پیدا کنیم، چون خداوند نجات دهنده رو از اون نسل برای ما در نظر گرفته بود. پس مریم اطاعت کرد چون میدونست که نجات دهنده باید بیاد. مریم یه یهودی بود، منتظر بود. یوسف وقتی که دید مریم حامل است نگران شد، رفت که در خفا مریم رو طلاق بده، چون فکر کرد ممکنه مریم خیانت کرده. اما فرشته خداوند در خواب اومد گفت نگران نباش، کودکی که در رحم مریم هست از روح القدس است. اون هم مسلماً یه یهودی بود، اعتقاد داشت به کتاب مقدس، پذیرفت. اما ماجرای تولد عیسی مسیح خیلی جالب است. انجیل لوقا فصل 2. در آن زمان اوگوستوس امپراتور روم فرمان داد تا مردم در تمام سرزمین‌های تحت سلطه امپراتوری روم سرشماری شوند. این سرشماری زمانی صورت گرفت که کیرینوس از جانب امپراتور فرماندار سوریه بود. برای شرکت در سرشماری هر شخص میبایست به شهر ابا و اجدادی خود میرفت. از این رو یوسف نیز شهر ناصره در استان جلیل را ترک کرده به زادگاه خود، یعنی در بیت لحم در استان یهودیه رفت، زیرا او از نسل داوود پادشاه. مریم نیز در عقد یوسف بود و آخرین روزهای بارداری خود را می‌گذرانید. هنگامی که در بیت لحم بودند وقت وضع حمل مریم فرا رسید و نخستین فرزند خود را که پسر بود به دنیا آورد و او را در قنداقی پیچیده در آخری خوابانیدند، زیرا در مسافرخانه های آنجا برای ایشان جایی نبود. در دشت های اطراف آن شهر چوپانانی بودند که شبانگاه از گله های خود مراقبت می‌کردند. آن شب ناگهان فرشته در میان ایشان ظاهر شد و نور جلال خداوند در اطرافشان تابید و ترس همه را فرو گرفت. اما فرشته به ایشان اطمینان خاطر داد و گفت نترسید، من مژده‌ای برای شما آورده‌ام، برای همه مردم، و این است که همین امروز مسیح خداوند و نجات دهنده شما در شهر داوود چشم به جهان گشود. علامت درستی سخن من این است که نوزادی را خوابیده دیده، در قنداق پیچیده و در آخری خوابانیده. خیلی جالب است. چرا باید زمانی وضع حمل مریم باکره فرا برسه که دستور سرشماری داده میشه؟ شاید خداوند اینجا میخواد فروتنی خودش رو نشون بده. کسی که خالق جهان هست، کسی که جهان رو خلق کرده. چون ما اعتقاد داریم که عیسی مسیح خالق جهان بود، ما اعتقاد داریم که عیسی همون کلمه خدا بود. در انجیل یوحنا میگه در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خود خدا بود، همه چی به وسیله کلمه هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. آیه 14 همین با کلمه خدا جسم شد و اومد روی زمین. پس نجات دهنده اومد. خدا قبلا توضیح دادم در 3 بعد خودش رو به ما میشناسونه. بعد اول خدایی هست که در آسمان ها با هیچ کس و هیچ چیز نمیشه قیاس کرد. در بعد دوم همون خدایی که با هیچ چی قیاس نمیشه در محبت میاد خودش رو به ما نشون میده، یعنی در عیسی مسیح. چون محبت میاد تا از درون ما رو عوض میکنه، میاد در کنار ما قرار میگیره، در دردها و رنجها و غمهای ما شریک میشه و از درون ما رو عوض میکنه. اما بعد سوم تطهیر کننده یا نگاه دارنده که همون روح القدس است که عیسی مسیح روح خودش رو به ما داد و به آسمان در جایگاه نخست خود برگشت بعد از اینکه رنج رو کشید و توسط قوم ظالم به صلیب کشیده شد. خب آیا اگر خداوند اراده میکرد
اتاق خالی یا جای خالی پیدا بشه نمیشد. چرا میشد؟ ما دیدیم در کتاب مقدس خوندیم عیسی مسیح با 2 تا نون، با 2 تا ماهی و 5 تا نون 5000 نفر رو سیر کرد. دیدیم که عیسی مسیح رفت در قبر، مرده رو گفت بیاد بیرون، اومد بیرون. رفت دختر مرده رو زنده کرد و کارهایی. یوحنا می‌نویسه اینقدر معجزات عیسی زیاد بود که نمیشه در یک کتاب اینا رو گنجوند. پس اگر خدا اراده میکرد اتاق خالی هم پیدا میشد، ولی اتاق خالی نبود. چرا باید همزمان بشه با سرشماری رومی ها که دستور میدن؟ کشور اسرائیل تحت تسلط دولت روم بود و رومی ها تصمیم گرفتن سرشماری کنن. برای سرشماری هر کسی باید به شهر ابااجدادی خودش برمیگشت. پس یوسف هم با مریم به شهر ابااجدادی خودشون یعنی شهر داوود برمیگردن و در اونجا جایی رو پیدا نمی‌کنن که خداوند متولد بشه. وقتی ما میگیم خداوند متولد بشه شاید خیلی سخت باشه برای خیلی‌ها، نتونن تصور کنن. میگن مگه میشه خداوند که تولد پیدا نمی‌کنه؟ چرا؟ خداوند همونطوری که براتون توضیح دادم در 3 بعد خودش رو به ما نشون داد. بعد دومش این بود که در جسم متولد بشه. از نزدیک در کنار ما قرار میگیره و رنج‌های ما رو روی صلیب و دردهای ما رو روی صلیب خواند. عیسی مسیح گفت بیاید نزد من ای تمامی گرانباران و زحمت کشان، من به شما آرامی میدم. همون مذهبی که دستوراتشو هیچ کدوم از ماها نتونستیم انجام بدیم. نیقودیموس اومد پیش عیسی مسیح گفت من چیکار کنم تا به خدا وصل بشم؟ نیقودیموس یک معلم مذهب بود، یک کسی بود که کتاب مقدس رو میدونست. اومد سوال کرد چیکار کنم که به خدا برسم؟ عیسی گفت باید تولد تازه پیدا کنی. این تولد تازه رو عیسی مسیح فراهم کرد که ما بتونیم با ایمان به عیسی مسیح تولد پیدا کنیم. خب بگذاریم. پس جایی پیدا نشد که عیسی رو که مریم اونجا بتونه بچه‌شو به دنیا بیاره. بهش گفتن یک محلی اینجا هست، محل نگهداری حیوانات، استبل. یوسف مریم رو برداشت برد توی اون محل و نجات دهنده اونجا متولد شد. عیسی مسیح فروتن‌ترین شخصی بود که جسم شد. خدا بود، جسم شد. خدا میاد روی زمین در جایی متولد میشه از یک باکره که امروز هیچ کسی نتونه نسبت به انسان‌های دیگه فخر و غرور بفروشه. خدا کارش اینه، فروتنی. اون چی که در کتاب مقدس باید یک مسیحی داشته باشه در وهله اول فروتنی هست. فروتنی یعنی که بریم اگر کسی از ما دلخوره ما پیش قدم بشیم باهاش آشتی کنیم. فروتنی یعنی این که به همه محبت داشته باشیم. عیسی اینو به ما یاد داد. پس ورودش از جسم به این جهان با فروتنی بود. کجا؟ در یک استبل. توی آخر اونجا متولد شد. خدا خالق جهان میاد توی استبل متولد میشه. آیا اینو باور داریم؟ اونایی که باور دارن بگن آمین. پس اگر اینو باور داشته باشیم خیلی خوب هست، خیلی مهم هست. اینه که همه چی حل شده. خب عیسی مسیح ببینید وقتی که اومد از باکره متولد شد مثل یک آدم معمولی سرشماری تمام شد، برگشتن به شهر جایی که سکنا گزیده بودن، مسکنشون، محل فعلیشون و عیسی بزرگ شد تا به سن 30 سالگی رسید. در سن 30 سالگی بود که رسالت خودش رو شروع کرد. آخرین شبی که فرداش قرار بود روی صلیب بره دوباره یه اتفاق جالب افتاد. خداوند چیکار کرد؟ پاها رو شست. پس ورودش به این جهان با فروتنی بود، صعودش به آسمان با فروتنی. آیا ما حاضریم پای همدیگر رو بشوریم؟ فروتنی رو باید از عیسی مسیح یاد گرفت. حالا دعا کنیم تا خداوند اگر
هنوز نتونستیم اونطور که مسیح هست بشناسیمش، اون رو به ما مکاشفه کنه. باز هم برای اینکه مسیح رو بشناسیم از مسیح یاد بگیریم، فروتنی داشته باشیم. خیلی وقتا دنبال تحقیقن خیلیا که تحقیق کنن مسیح با تحقیق بشناسن، ولی این تحقیق ها بعض وقتا به جایی ختم نمیشه. این تحقیقات ادامه داره چون فروتنی نیست، چون نمیخوایم حرف کسی رو بپذیریم، چون میریم کلیسا میبینیم که دارن راجع به مسیح صحبت میکنن، میگن نجات دهنده اومد، متولد شد، آیا حاضری ایمان بیاری؟ خیلی ها میگن نه. از کجا بدونیم کتاب مقدس حقیقت داره؟ ولی برای من و شمای به خصوص فارسی زبان تاریخ ماها تو کتاب مقدس هست. میتونیم مراجعه کنیم ببینیم آیا اون چی که در تاریخمون نوشته شده توی کتاب مقدس ثبت شده یا نه. بارها ثبت شده. کتاب مقدس دروغ نیست، عین واقعیت هست. به کتاب مقدس اعتقاد داشته باشیم، خداوند همه چیز رو به ما مکاشفه میکنه. کافیست ایمان بیاریم، فروتن بشیم، بگیم ای عیسی مسیح اگر حق و حقیقت هستی خودت رو به من معرفی کن. اینا چی؟ دعا شرط داره. رومیان میگه شرط شناخت عیسی مسیح اینه که اول بهش ایمان ببر. خیلی چیزا با ایمان تحقق پیدا میکنه. اگر ما بخوایم خیلی چیزا رو بگیم به یه دلیلی که واضح و روشن بشه ببینیم شاید وجود نداشته باشه، اما ایمان به خداوند، ایمان که خدا دروغ نمیگه، میتونه مشکلات رو برای ما حل کنه. کافیست ایمان بیاریم به عیسی مسیح، مسیح رو در قلبمون دعوت کنیم تا نجات دهنده جهان رو که امروز یا فردا مصادف است با سالروز تولدش بشناسیم. خب حالا پیام عیسی مسیح به خاطر این ایام چی هست؟ عیسی مسیح این ایام چه چیزی رو به ما داره نشون میده؟ ما چه چیزی، برداشت ما از این جشن‌ها چی هست؟ برداشت ما از این یادبودها چی هست؟ آیا فقط جشن است یا اینکه جشن به خاطر اون امید و شادی است که ما داریم جشن میگیریم؟ امید ما اینه که شادیم چون طبق رومیان نامه پولس رسول به رومیان 8 میگه برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر میبرند هیچ محکومیت و مجازاتی وجود ندارد. کلام خداست. زیرا فرمان حیات بخش روح القدس که به لطف مسیح به ما عطا شده ما را از سلطه گناه آزاد کرده. کسانی به آسمان وصل میشن که از سلطه گناه آزاد شده باشن. شریعت ما را از سلطه گناه نتونست آزاد کنه. نقودیموس نمونه‌اش بود. نقودیموس اومد پیش عیسی مسیح و مسیح بهش گفت باید تولد تازه پیدا کنی. عیسی مسیح پس نجات دهنده. پس پیام این جشن‌ها و این مراسم‌ها اینه که امید ما اینه که به آسمان وصل بشیم، یعنی داشتن حیات جاودان. کتاب مقدس میگه اگر کسی به عیسی مسیح ایمان بیاره نجات پیدا کرده، یعنی رسیده به جایگاه خودش که در کنار خداوند است. پیام کریسمس، برای تولد عیسی مسیح برای ما حیات جاودان است. آیا به این فکر کردید؟ حیات جاودان. ما باید به خدا وصل بشیم. در این دنیا نمیتونیم حد وسط باشیم یا نمیتونیم مسیح رو ترک کنیم. دو تا خانواده الهی در این دنیا وجود داره، یک خانواده خدا، یک خانواده شیطان. به اجبار باید جزء یکی از این دوتا باشیم. هیچ کس نیست که بگه من جزء این دوتا نیستم، یا این یا اون. پیام کریسمس، پیام تولد عیسی مسیح در این ایام مهم نیست عیسی مسیح چه روزی تولد پیدا کرده، چون هیچ کسی نمیتونه تولد عیسی مسیح رو بگه چه روزی بوده. لابد خودش نخواسته که ما بدونیم. خیلی ها میگن تابستون بوده، خیلی ها میگن زمان دیگه بوده، خیلی ها شواهدی دارن که بله در سپتامبر عیسی مسیح متولد شد. فرقی نمیکنه. بالاخره عیسی مسیح از یه باکره متولد شد. حالا هر روزی که میخواد باشه. پس پیامش مهم هست. اون عمل عیسی مسیح مهم هست. خود یهودی‌ها عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 8 گفت که هیچ گناهی شما نمیتونید به من نسبت بدید.
پس نجات دهنده باید بیگناه می بود. به این دلیل خداوند اراده کرد مریم باکره حامله بشه و این مولود، این جسم به عنوان پسر خدا لقب پیدا کنه تا بره روی صلیب و گناههای ما رو پاک کنه. پیام کریسمس امروز برای ما اینه، نجات از گناه. پیام کریسمس برای ما امروز اینه، وصل شدن به خداوند. پیام کریسمس امروز برای ما اینه که به خدا میرسیم از طریق عیسی مسیح. هیچ کسی از راه دیگه ای نمیشه. اعمال رسولان میگه فصل 4 آیه 12 میگه هیچ نامی جز نام عیسی مسیح در زیر این آسمان به ما عطا نشده تا به وسیله او نجات پیدا کنیم. یه ادعای خیلی بزرگ. عیسی مسیح گفت من راه و راستی و حیاتم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمیاد. پیام کریسمس اینه برای ما. پیام زادروز عیسی مسیح برای ما اینه. چه چیزی از این میتونه بالاتر باشه؟ جشن‌ها، شادی‌ها ممکنه امروز باشه، فردا نباشه، اما پیام مهم هست که در این چه چیزی رو ما بهش رسیدیم که امروز به خاطرش جشن میگیریم. یه امید، یه اطمینان، یه اعتماد. چون این دنیا هر طوری که بهش نگاه میکنیم یه گوشش غم، یه گوشش درد، یه گوشش رنج، ولی پیام مسیح مهم هست که ما در هر شرایطی که هستیم آینده خودمون رو تضمین کنیم. اون چی که امروز هست میگذره. اگر امروز وضع خوبی نداشته باشیم شاید فردا پولدار و ثروتمند بشیم. اگر امروز ثروتمند و پولدار هستیم شاید فردا بدبخت و بیچاره بشیم. اگر امروز سالمیم فردا ممکنه بیمار بشیم. اینا همه میگذره، گذراست. چون زمانی که گناه کردیم در یک جسم فناپذیر قرار گرفتیم که مجبور شد خداوند یک همچین نقشه عظیمی رو طراحی بکنه به خاطر ما گناهکاران. پس نمیتونیم خدا رو به بی‌عدالتی متهم کنیم که چرا جهنم وجود داره. جهنم هست، جهنم حقه برای کسانی که از گناهشون پاک نمیشن. خدای ما خدای پاک و قدوسیه، هیچ کسی رو با گناه نمیتونه در کنار خودش داشته باشه. راهش اینه، خون عیسی مسیح پاک کننده قطعی گناه. وقتی مریم گفت من کنیز خداوند هستم و خداوند بر من سایه افکند، شاد شد. معلوم شد مریم شاد بود از این که نجات دهنده جهان از طریق اون به این دنیا خواهد اومد. و امروز مریم برای ما احترام داره، احترام ویژه‌ای داره، اما نجات دهنده از این زن متولد شد. مریم میدونست، میفهمید که بله خداوند به وعده‌ای که داده بود عمل کرد. خداوند به اشعیا وقتی که گفت عمل کرد. پس باید بگه من کنیز خداوند هستم، من اطاعت میکنم، چون نجات دهنده میاد تا جهانیان رو از گناهشون پاک بکنه از طریق نسل داوود. پس جهان به وسیله عیسی مسیح پاک شد از گناه. در نام عیسی قدرت هست، در نام عیسی محبت هست، در نام عیسی دوستی هست، در نام عیسی تمام خوبی های این جهان وجود داره. هیچ پیامبری، هیچ شخصیت مذهبی بزرگی در طول تاریخ کارهای عیسی مسیح رو انجام نداد، چون عیسی از آسمان آمده بود و با آسمان هم برمیگشت. اگر همین انجیل یوحنا فصل 3 رو ادامه بدیم به نیقودیموس میگه همونطوری که موسی در بیابان مار مفرقی را آویزان کرد تا مردم با نگاه کردن به اون از گزند مارها در امان بمونن، من هم باید بر صلیب آویزان بشم تا مردم با نگاه کردن به من و ایمان آوردن به این صلیب، منظورم صلیب اون صلیب نیست، منظورم خون عیسی مسیح است، از گناهامون نجات پیدا کنیم. برای اونایی که نمیدونن شاید احیانا که این ماجرا چی بوده میخوام توضیح بدم. وقتی که قوم بنی اسرائیل تو صحرا بودن، مارهای سمی اینا رو نیش میزد، اینا میمردن. موسی اومد به خدا گفت خدای قوم دارن میمیرن، چیکار باید کرد؟ گفت برو بهشون بگو یه مار مفرقی رو آویزون کنن بهش نگاه بکنن. شاید از نظر دنیای خنده‌دار باشه، چطور یک ماری رو اونجا آویزون بکنیم، این به خرافات شباهت داره. هر که نگاه به اون بکنه
از گزند مار در امان میمونه؟ نه، خدا میخواد بگه ایمان به من داشته باشید. اگر گفتم الان حرکت کنید، حرکت کنید. اگر گفتم این کارو بکنید، بکنید. خدا میخواد اینجا ایمان رو برسونه. ما رو مفرقی رو آویزون کردن، مردم بهش نگاه کردن، مار دیگه اونا رو نتونست از بین ببره. چون اینو میگن ایمان. معیارهای زندگی یک مسیحی بر مبنای ایمان گذاشته شده. با ایمان. و عیسی گفت همونطور من باید بر صلیب آویزان شوم، آویخته شوم. من باید بلند کرده بشم روی صلیب تا هر کسی ایمان بیاره از گناهش پاک بشه. پس عیسی رو مصلوبش کردن و حالا من و شما ایمان آوردیم، نجات پیدا کردیم. دیگه نگران نیستیم. اگر غم داریم، امیدمون به آینده است، شادی میاد توی قلبمون. اگر نگرانیم به خاطر آوارگی، به خاطر چیزی دیگه، نگاه میکنیم میبینیم بابا اینا همه تمام میشه. و مطمئن باشید نقشه خدا اینجوری بوده که امروز این جمعیت اینجا از شرق میان. خیلی های شما اینجا به عیسی مسیح ایمان آوردید. ببینید نقشه های خدا چقدر عظیمه. خدا راه رو پیدا میکنه، خدا زمینه رو فراهم میکنه تا من و شما نجات پیدا کنیم در هر جایی. و ما امروز اومدیم اینجا آزادانه داریم کتاب مقدس رو میخونیم. شاید هدفمون چیزی دیگه بوده اومدیم، ولی وقتی که اومدیم اینجا راه دیگه رو انتخاب کردیم، چون خدا اون راه برای ما فراهم کرد. حالا داریم میفهمیم که بله، خدا نقشش این بود. خدا در کلامش میگه اجازه میدم مشکلات در زندگی شما به وجود بیاد. خدا میگه تا شما رو نزد خودم بیارم تا به شما برکت بدم. وقتی که مملکت ما اشغال شد، من شما مجبور شدیم خیلی هم کوچ کنیم. بیایید برای زندگی بهتر. اکثر کسانی که اومدن برای زندگی بهتر اومدن، ولی این نقشه خدا بود که بیایم اینجا مسیح رو بشناسیم. خود من نمیدونم چند تا از شما تو ایران ایمان آوردید، ولی من تو ایران به عیسی مسیح ایمان نداشتم. در یک کشوری که ضعیفترین کشور اروپایی هست، اون روز داشتم نگاه میکردم خبرها رو، نوشته بود فلان کشور، اسمشو نمیخوام، ضعیفترین و فقیرترین کشور اروپایی. خداوند منو آورد اونجا مسیح رو شناختم و بهش ایمان آوردم و حالا شادم از این که شاید اگر به یک کشور ثروتمند دیگه میرفتم امروز در اوج خوشی ها غرق بودم، اما مسیح رو نداشتم. ولی اینا تمام میشه. پس نقشه خدا برای تک تک ماها این بود که بیاییم اینجا و به عیسی مسیح که منجی و نجات دهنده جهان است ایمان بیاریم. و اینجا توی کشور هلند خواهر برادر مسیحی ما تو هلند از ما استقبال کنن، به چهره ما لبخند بزنن. ببینید اینا رو مسیح عوض کرده. ماها هم باید عوض بشیم. شدیم. مسیح داره به اینا میگه آغوشتون رو به روی این مردم باز کنید. مسیح داره به اینا میگه این مردم رو دوست داشته باشید، چون خدا اینا رو دوست داره. چون خداوند در کلامش گفت من انسان رو شبیه خودم آفریدم. این عزیزان اینو درک کردن. ماها هم درک میکنیم که باید همه رو دوست داشته باشیم و همه رو وسیله نجاتش رو فراهم کنیم و راه دیگه جز عیسی مسیح وجود نداره. اگر شک داریم بریم دعا کنیم. اگر دعا کردیم جواب گرفتیم امون ندیم، صبر نکنیم، بلافاصله بگیم مسیح من تو رو به عنوان نجات دهنده و خداوند خودم میپذیرم، چون این به من مکاشفه شده. پس نقشه خدا این بوده که ما بیاییم، نندازن ما رو اینجا به زندان، در کلیساها رو به روی ما باز کنن، بیان به ما محبت کنن، با آغوش باز بیان بگن خوش اومدین، چون میدونن که مسیح میخواد شما بیاین به او ایمان بیارید. امروز شاد پیام کریسمس این بود که ما در آسمان خواهیم بود، در کنار خداوند. پیام کریسمس این بود ما شاهزاده های خداوندیم، ما فرزندان خداوندیم. این بود پیام کریسمس. وگرنه چه خوب باشه چه بد باشه تمام میشه. پیام کریسمس برای ما نجات است.
نجات از گناه، نجات از آنچه که دیروز بود و امروز نباید باشه. نجات کریسمس محبت، نجات کریسمس شادی، نجات کریسمس وصل شدن به آسمان. آمین. خدا بهتون برکت بده. ممنونم.